انسان برای چه کتاب میخواند؟ مثلا اگر مثال بگیم، خب استاد اسلام رحیمов برای چه کتاب میخواند امروز؟ درست. برای عالم شدن، برای دکتر شدن، یا برای هنرمند شدن، یا برای معلم شدن؟ اصلا کتاب خوندن این یک فضیلت هر کس باید سن و باشه. سال دارد. از گهواره تا گر دانش بجوی. یعنی از همین گهوارهش سر کرده فرض کردیم اگر برای کودک یکونیم ساله علاقه کتاب در خارجه هست، همین یکونیم ساله کودک هست، سبرا مثلا از سکچه فرق کرده میتونه در روی کتاب هست. یکونیم ساله کودک. اینجا یک تماشاگیر گفتم که از 13 سالگی به کتاب روی آوردم، یعنی علاقه کس 12 سال دیر کردن. 12 سال دیر کردن. اگر همین خیلی گوییم مثلا برای سنی تا مکتبی در کدام کتابخانه‌ای که می‌دارید در خارج کشور تا سنی مکتبی، شعبه تا سنی مکتبی، از سنی مکتبی زیاد مواد دارد. برای مثلا اون نفری که در باغچه تربیت می‌گیرد برای کتاب‌های الهی است، رسم‌ها است، دیگر چیزها است. علاقه سنی مکتبی میشه قاموس‌های بچگانه دیگر. یعنی بچه را از خوردی در آنجا با رسم‌ها، توسط مثلا صورتی هر گونه معماها بچه علاقه توجه دارد به کتاب، با محیط کتاب وارد می شود. متاسفانه ما امروز همین چیز محیط خودمون نمیبینیم. پدر و مادر هستند که دغل شود هم، لیکن واقعیت امروز برای مثلا خریدن یک شیشه شراب مبلغ دارد، برای مثلا یک ضیافت خودش برای نفس خودش مبلغ دارد، 5 تومان مبلغ ندارد، نیم شیشه شراب به 2 تا کتاب میدهد، برای فرزندش گرفته نمیدهد. یک فکت میارم، یک برهان دلیل سند. اگر انسان در یک روز هر روز اگر یک سال 365 روز باشد 10 دقیقه کتاب خواند، 10 دقیقه فرض کردیم در مدت 4 سال فقط 10 دقیقه وقتش را برای خواندن کتاب دایر به فیزیک صرف کرد و در مدت 4 سال انا همون کسی که فقط 10 دقیقه وقتش برای مطالعه از فن فیزیک خواند در مدت 4 سال میتواند که نامزد علمی فیزیک شود. نامزد علمی فیزیک شود. واقعا اگر به شرطی که تنفس نکند و هر روز 10 دقیقه فقط خواند، اگر در هر روز 10 دقیقه کتاب بدیعی خواند بی تنفس، میتواند که در 4 سال یک نویسنده نامدار شود. از آن میگیرد و یک چی خودش بنویسد. یعنی همگی 10 دقیقه. بسیار نه. من در کوچه ها میگردیم، میبینید جامعه من هوا گرم شد، باز هم این اوج میگیرد، 10-15 نفر زن ها میشینند، چنان صحبتشان اوج میگیرد، از اون طرف محله سر میکنند تا این طرف محله، همه تحلیل میکنند، صحبت میکنند. همون زن ها بگویی که خانم ها، بانو ها، مرحمت یک تا کتاب گرفته تحلیل کنید تو میتوانند. همون میتوانند. اگر همین کارو کنند هم محله و یک سخنی بد پیدا نمیشود، یک بیادابی پیدا نمیشود. یک زنک این زنکش غیبت میکند میآید جنگ میشد محله و ناتینجی. همون کتاب خواندشین 15 تا زنک کتاب خوند، 15 تا کتاب میخواند، 15 تا فکری نو محلش به جور میشود.